أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، دوستان عزیز، خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. بگمانم که همین دیم والنهی که حوز این حال در جامعه میگن دیم والنه ویروس میویه، الله عالم دیم والنش بگمانم که همین جینه ده. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه. به نهایت بیماری روحی به نهایت زیاد شده. و مخاطب دوستان عزیز، برای آنی که همین بیماری روحی برای ما و شما نداره داخل ما، همین جین یعنی بیماری روحی در گرفتار نشیم، همین دعای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هر روز 3 مرتبه سحر و 3 مرتبه بیگاه بخونین، باذن الله سبحانه و تعالی یگان چی برای شما ضرر نمیرسونه. و نمازی بامداد را هیچگاه ترک نکنیم. دعای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین است: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نگن که امر بنویس، من وقت ندارم برام که ضروری همین ویدیو را ضبط کردم. 3 مرتبه تکرار میکنم ان شاء الله با امر ما تکرار کنین. بسم الله بسم الله بسم الله الذي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن شاء الله وهو السميع العليم 3 مرتبه هر روز بخونین. امیدوارم که اگر وقت خود را 10 دقیقه خود را اگر ضایع کنین به خاطر آنه که همین دعا را ازیاد کنین، ان شاء الله که خداوند برای شما کمک میکنه، ازیادش میکنین. و دعای دیگر بعد هر یک نماز باید ما و شما بخونیمش، ان شاء الله که هم اجر ثواب میگیریم، هم تا نماز دیگر الله ما را حفاظت میکنه. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. این همین دعا را باید هر روز 3 مرتبه بخونیم، تو از هر یک نماز 3 مرتبه بخونیم، ان شاء الله که خداوند همه ما و شما را حفاظت میکنه. باقی در امان الله. السلام علیکم. با دعا باشین.